در آغاز باز یک هفته نو برای شما درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. امروز 13 ایول و ساعت به وقت پراگ 7 است و فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم و البته برای اون که روزتان را با رادیو زودی آغاز میکنید منت دارم و با اجازت شما رو میارم به خبرها. کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر دوبای اعلام کرد که روز 21 ایول پرواز یک هواپیمای شرکت فلای دوبای به سمت دوشنبه به نقشه گرفته شده است. مقامات دیپلماتیک گفتند خریدن بلیط به طور آنلاین از شرکت امکان پذیر است. به اطلاع رسمی به سبب آنکه این پرواز معمولی است ضرورت ثبت نام در کنسولگری وجود ندارد. اما گفته شده است شهروندان تاجیکستان که میخواهند از کشورهای منطقه به دوبای رفته از آنجا به دوشنبه برگردند باید پیش از خریدن بلیط نتیجه تشخیص طبی کووید 19 و کفالت فرستادن باگاژ را تحقیق کنند. استاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان از 1 ایول با پروازهای بین‌المللی از تاجیکستان به ازبکستان و دوبای اجازه داد. تاجیکستان با نگرانی از احتمال سرایت کرونا ویروس پرواز هواپیماها را به قلمروش از روز 19 مارس به طور ناگهانی قطع کرده بود. بعد از قطع پروازها تنها چند پرواز مخصوص برای آوردن شهروندان تاجیکستان از خارج و انتقال یاریهای بشردوستانه به کشور انجام شده است. مقامات میگویند حالا اثرگیری پروازهای معمولی را با روسیه و چین و کشورهای دیگر بررسی دارند. در روسیه هزارها شهروند تاجیکستان منتظر بازگشت به کشور میباشند. تا 30 ایول چند پرواز غیر نقشه‌ای یا چارتری از روسیه به تاجیکستان در نظر گرفته شده است و امروز طبق نقشه باید هواپیمای شرکت تاجیک ایر از مسکو با دوشنبه پرواز چارتری انجام بدهد. در عین زمان سفارت روسیه در تاجیکستان اطلاع می‌دهد که توسط 7 پرواز چارتری شرکت‌های اورالسکی آویالینی، تاجیک ایر و سومون ایر از 30 ایون تا 9 ایول 783 شهروند روسیه از تاجیکستان به وطن بازگردانیده شدند. در میان آنها 26 نوبالغ و 351 تاجیکانی بودند که برای سفر به روسیه سبب داشتند. بازگردانی شهروندان روسیه از تاجیکستان ادامه دارد و باید بگم که در موضوع مرز و برقرار نمودن پروازهای دائمی بین دو کشور هنوز حرفی نوی نیست. در تلاش برای کمک به مردم کم بضاعت در تاجیکستان که بیماری کووید 19 وضع زندگی آنها را بدتر کرد، حکومت امر داده است که به این طبقه آسیب پذیر کمک مالی یک دفعه رسانیده شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 11 ایول قراری حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه‌های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک دفعه داده شود. مزد حداقل در تاجیکستان به 400 سومانی برابر می باشد. در قرار آمده است که مقامات مسئول در ظرف 3 هفته آینده یعنی تا 1 آگوست فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک دفعه به این مردم محتاج داده شود. قرار مذکور همچون بخشی از برنامه حکومتی در باره پیشگیری تاثیر بیماری سرایتی کووید 19 به بخش‌های اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان قبول شده است. این برنامه را ماه ایون قبول کردند. در تاجیکستان عمدتاً معیوبان و یتیمان و خانواده‌های فقیر را به فهرست گروه‌های آسیب پذیر وارد می‌کنند. تا سال 2018 در کشور 85,000 خانواده کم بضاعت و محتاج به حساب می رفتند و از دولت کمک اجتماعی می گرفتند. حالا معلوم نیست کمک یک دفعه به چقدر از اهالی تاجیکستان داده می شود. ولی باید گفت که بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان ضربه سخت زد. تاجیکستان که اقتصادی ضعیفی دارد از درآمدهای زیادی از جمله پول مهاجران و درآمد از تجارت با کشورهای دور و نزدیک محروم شد. حکومت ناچار به مؤسسه‌های بین‌المللی مراجعت کرد تا برای خراجات برای عرصه‌های اجتماعی از بودجه تقریباً 400 میلیون دلار کمک کنند. با بیشتر شدن تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد و کم گردیدن درآمد اهالی و سست شدن تجارت، تنقید حکومت نیز زیاد شد که نمیتواند در زمان احتیاج مردم به یاری به آنها دست کمک دراز کند. و چون از بیماری کووید گفتیم، در یک شبانه روز گذشته در تاجیکستان 46 مورد نوی گرفتاری به کووید 19 ثبت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان در خبرنامه رسمی گفت تا 12 ایول شماره عمومی بیماران به 6552 نفر رسید. تا این دم از بیماری همگیر 5228 کس یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. آمار فوتیدگان به تغییر است. به اطلاع رسمی کرونا ویروس در تاجیکستان باعث به مرگ
255 نفر شده است. وزارت تندرستی میگوید 190 نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. اما متخصصان با امور رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبودن تشخیص درست و مناسب کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. تاجیکستان تنها 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را تصدیق کرد تا آن زمان افزایش بیماران در شفاخانه ها و مرگ پیهمی چندی از ساکنان را به التهاب شش ربط می‌دادند. سازمان بین‌المللی امنستی اینترنشنال با اشاره به افزایش سرعت بیماری کووید 19 از کشورهای عالم دعوت کرده است که خادمان بخش تندرستی را که به معالجه بیماران مشغولند با تجهیزات و مهمات حمایتی تامین کنند. این سازمان که قرارگاهش در لندن میباشد نوشته است کمبود لباس و لوازمات حمایتی طبیبانی که به معالجه کرونا ویروس مشغول میباشند در 63 کشور مشاهده شده است. روز 13 ایول گزارش سازمان در این باره نشر شد که میگوید حمایت طبیبان و خادمان ساحه تندرستی برابر به حمایت حقوق انسان است. امنستی نوشته است که در بعضی کشورها طبیبان مجبور شدند از حساب خود لباس حفاظتی بخرند. به قول سازمان مذکور تحقیقاتش از آن گواهی میدهد که در 79 کشور عالم بیش از 3000 خادم ساحه تندرستی در جریان معالجه کووید 19 به هلاکت رسیدند. از جمله 545 نفر در روسیه، 540 کس در بریتانیا، 507 نفر در ایالات متحده آمریکا و 351 نفر دیگر در برزیلیا. حکومت تاجیکستان 145 نامگوی محصولات وارداتی و صادراتی و حشرات را تحت карантин قرار داد. این به آن معنی است که این محصولات در گذرگاه‌های مرزی از طرف متخصصان خدمات نظارت دولتی فیتوسانیتاری جدا سنجیده می‌شوند. قرار حکومت آخر ماه ایون امسال و در روزهای به تصویب رسیده است که کشور با بیماری کرونا ویروس نو دست به گریبان می‌باشد. این فهرست 12 ایول دسترسی رادیو آزادی شد و آن از شیر خشک و تربوز و خربوزه تا بنان و میوه‌های سیتروسی، کارتوشک و پامیدور، قهوه، چای پاراگوای و روغن آفتاب پرست و آرد گندمی و چوب و ستیل را در بر میگیرد. با روی خط کرمی کمستوک، سفید بولک سیتروسی، گمبوسک کلرادویی را هم وارد کردند. حکومت تاجیکستان دلیل تصمیمش را شرح نداده است ولی در ایضاح قرار گفته است بیشتر محصولاتی را هدف میگیرند که امکان دارد پناهگاه ارگانیسم‌های ضرررسان هستند و یا برای پنه‌شوی آنها مساعدت میکنند. برخی از تجارانی که با واردات محصولات مشغولند میگویند این روی پیشگیری از احتمال وارد شدن ماده‌های ضررناک به کشور است ولی بعضا سنجش محصولات میتواند طول کشد و به بیکار شدن آنها باعث گردد. بنا به قانون تاجیکستان درباره карантин و محافظت رسانی ها مواد تحت карантин را در گذرگاه‌های مرزی تشخیص میکند. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از تاجیکستان خواست که اسرارالدین روزیقov بلافاصله از بازداشت آزاد شود و در زمینه بازداشت خودسرانه تحقیقات انجام شده مسئولان به جوابگیری کشیده شوند. اظهارات سازمان بین‌المللی روز 10 ایول در وبسایت آن نشر شد. اسرارالدین روزیقov 38 ساله پسر عضو سابق ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زبیدالله روزیق است که به 25 سال زندان محکوم شده است. با ادعای نزدیکان اسرارالدین روزیقov تا زمانی بازداشت مرموزش در بازار کاروان به فروش لباس‌های کودکانه مشغول بود و روز 26 ایون در راه به سوی بازار از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت گردیده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت روزیقov تا حال این نهاد درباره این حادثه هیچ توضیحی نداده است. حسامالدین روزیقov برادر اسرارالدین با رادیو آزادی گفته بود که با اطلاع آنها برادرش در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه نگهداری می شود و هنوز معلوم نیست که او در چی گمانبر می گردد. هیومن رایتس واچ در اظهارات خود می گوید بازداشت روزیقov از جانب مقامات حفظ قانون تاجیکستان خودسرانه بوده. مقامات هیچ دلیل برای دستگیر نمودنش پیش نگذاشتند و هم خویشاوندانش از وضع صحتی و حال او خبر ندارند. هیو ویلیامسون رئیس برنامه های اروپا و آسیای مرکزی این سازمان میگوید از میانه های سال 2015 مقامات تاجیک بیش از 150 نفر را بر اساس انگیزه های سیاسی بازداشت کردند و در میان آنها حقوق‌شناسان، منقدان و اعضای سازمان های سیاسی میباشند. مقامات در نوبت خود مقامات تاجیکستان بازداشت‌ها بر اساس انگیزه های سیاسی را رد کرده گفتند که در تاجیکستان زندانی های سیاسی وجود ندارند.
در یک شکایت به نام دادگاه بین‌المللی جنایت‌های گاگ آید به محکمه چین برای سرکوب مسلمان‌ها اسم تاجیکستان به عنوان کشوری یاد شده است که با درخواست پکین اویغورهای چین را از قلمروش استرداد می‌کند. هنوز نظر مقامات توجیک به این خبر نشر نشده است. گروه اویغورها در خارج چین از بالای پکین به دادگاه بین‌المللی جنایی در گاگ شکایت کرده درخواست نمودند که عمل‌های حکومت این کشور در زمینه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تحقیق شود. این نخستین چنین یک درخواست از دادگاه بین‌المللی است که حزب مرکزی کمونیستی چین را در سرکوب مسلمانان محلی ابدار می‌کند. روز 9 ایول رادیو زودی از وزارت کار خارجه در تاجیکستان درخواست کرد که موقع حکومت این کشور در رابطه با این قضیه توضیح داده شود، ولی تا زمانی نشر این گزارش پاسخ مقامات دریافت نشد. معلوم نیست که آیا واقعا هم تاجیکستان در استرداد فعالان مسلمان تبار به چین یاری‌ها کرده است یا نه. ولی بنا به گزارشی که از آگوست سال 2019 نوشته شده است، ترکیه کمش 3 شهروند اوغورتبار چین را که شناسنامه‌های توجیکی داشتند به پکین استرداد نمود. رادیو آسیای آزاد یک رسانه آمریکایی خبر داد که این افراد در زادگاهشان ولایت شینجان اویغوری هممرز با تاجیکستان به جوابگری جنایی کشیده می‌شوند. و نظر بگیم بورکشوی و رئیس پیشین شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان در 68 سالگی درگذشت. سبب مرگ او گفته نشده است. حکومت ولایت بدخشان روز 12 ایول در تعزیه‌نامه مرگ او را نابهنگام خواند. یادگار فیض رئیس ولایت گفته است از مرگ نظر بگیم بورکشوی و سخت اندوهگین هستند. بورکشوی و در گذشته در منصب رئیس نویه روشن و معاون رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم کار کرده است. از سال 2000 تا 2005 عضو مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان بود. ماه دکبر سال 2006 اجرا کننده و ماه مارس سال 2007 رئیس شهر خوروغ تعیین شد. در این مقام او 1 سال کار کرده است. دانشکده کشاورزی تاجیکستان را او ختم نموده بوده است. و حالا برای شما بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی معلومات میدیم که از طرف بانک ملی چنین تعیین کرده است. $1 10 سومانی و 30 درم است. 1 یورو 11 سومانی و 63 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 144 سومانی و 20 درم تعیین کرده است که نسبت آخر هفته گذشته کمتر می باشد. این چند خبر توضیح بود که بینندگان عزیز من برای شما گفتم و خبرهای زیادی دیگر نیز دارم در دستم که خبرهای نو هستند و 3 ساعت پس در سرخط خبرها من تقدیم شما خواهم کرد. با امید دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید و روزی خوب در پیش داشته باشید. تشکر که ما را تماشا میکنید.